وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید شماره بیماران کرونا ویروس در کشور به تدریج کاهش یافته ایستاده است. این وزارت شام 3 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در کشور همگی 4 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 7 نفر قبلا به این ویروس گرفتار شده از این بیماری شفا یافتند. از 21 ینور به این طرف وزارت تندرستی در عموم 240 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرده است. با وجود است مریضان پر شدن بیمارخانه و تایید کرونا ویروس در بدن ده نفر از سوی آزمایشگاه‌های خصوصی، وزارت تندرستی تاجیکستان از 20 نوامبر تا 21 ینور طی بیش از 2 ماه به این طرف آشکار شدن یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی‌کرد. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 3 فوریه در تاجیکستان به 17335 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17175 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. به این ترتیب تا شام 3 فوریه 36 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند. در اول هفته شماره بیماران حدود 80 نفر گفته میشد، ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند.